وظیفه ما در زبان غیبت خورشید پنهان امام زمانمان سلام الله علیه ارواحنا له الفدا چیست؟ وظایفی رو برشمردیم: تبلیغ از اون حضرت، دفاع از حیثیت و نام و شؤون و ولایت اون حضرت، اینها رو گفتیم در شب‌های قبل، و تقوا و پرهیز از گناه و اطاعت خدا. اینها گفته شد. یکی از وظایف ما در غیبت الامام صلوات الله علیه این است که به فقرا و به درماندگان و به یتیمان و به مستمندان آبرومند شیعه رسیدگی کن. آقا چه کنم با امام زمان نزدیک بشم؟ لازم نیست بری تو کوه خلج، بری در دشت کویر، شبها تو آفتاب، روزا تو مهتاب، زیر آفتاب مرتب بگی ابن الحسن کجایی؟ نه، برو در خانه یتیمان، برو همبازی طفلان یتیم بشو. چند تا یتیم امیدوارن به تو، دلشون خوشه به تو که تو هستی و بهشون کمک میکنی. چند تا یتیم رو کفالت کردی، چند تا فقیر، مستمندان شهر، کسانی که در میمانند. آیا وقتی در میمانند امیدشون تو هستی؟ اگر هستی اندکی به امام زمان نزدیک. گلوی اصغر صدا